سلام، به خط قرمز خوش اومدید. امروز میخوایم ببینیم یاکوزاها از کجا اومدن و چرا بهشون میگن یاکوزا. اول بریم سراغ معنی اسم یاکوزا. همه میدونن که به گروه‌های مافیایی ژاپنی لقب یاکوزا میدن. یاکوزا توی زبون ژاپنی به معنی 9، 8 و 3. این 3 عدد درباره یه بازی ورق سنتی توی ژاپنه که جلوتر دربارش توضیح میدیم. ریشه های مافیاهای ژاپن یا همون یاکوزاها برمیگرده به گروه‌های قمارباز که توی قرن 18 قدرت گرفتن. ژاپنی‌ها یه ورق بازی دارن که سنتیه به اسم هانافودا. توی این بازی به هر بازیکن از 12 تا ورق بازی 3 تا ورق میدن. هر ورق نماد یکی از 12 ماه ساله و عدد ماه روش نوشته شده. هر بازیکنی هم که جمع اعداد کارتش بیشتر از بقیه باشه بازی رو برده. دستی از ورق‌ها که اعداد 3، 8 و 9 یا همون یاکوزا رو نشون بده یک دست بی‌ارزش به حساب میاد. قبل از قرن 18 مردم از 3 عدد یاکوزا برای مثال زدن چیزهای بی‌ارزش استفاده می‌کردن. اما اواسط قرن 18 که گروه‌های مافیایی شکل گرفتن از کلمه یاکوزا برای این گروه‌ها استفاده کردن. یعنی این گروه‌ها برای جامعه بی‌ارزشن. مافیاها هم خوششون اومد چرا که مردم عادی از اونها میترسیدن. از قرن 18 به بعد هم مردم دیگه تمایلی به بازی سنتی خودشون یعنی ورق هانافودا نداشتن چون تبدیل شده به نمادی از دسته های جنایتکار ژاپن. ریشه های این گروه های مافیایی رو باید بین قرن‌های 12 و 19 دنبال کنیم. توی این دوره یه سری فئودال به زور قدرت نظامی به مردم ژاپن حکومت میکردن که معروف بودن به شوگون‌ها. از اونجایی که شوگون‌ها فقط با قدرت نظامی کارشون رو پیش می‌بردن، سامورایی‌ها که جنگاور بودن قدرت زیادی گرفتن چون فئودال‌ها توی جنگ‌هاشون خیلی به سامورایی‌ها نیاز داشتن. این جنگ‌ها همیشه بین فئودال‌ها اتفاق می‌افتاد. اما توی قرن 16 یکی از این فئودال‌ها تونست بقیه فئودال‌ها رو نابود کنه که این باعث شد این جنگ داخلی همیشگی که توی ژاپن در جریان بود تموم بشه. با فروکش کردن جنگ کسی هم برای محافظت از خودش دیگه نیازی به سامورایی‌ها نداشت. پس سامورایی‌ها اهمیت خودشون رو از دست دادن و حدود 500,000 سامورایی بیکار و بدون درآمد باقی موندن. یه سری از این سامورایی‌ها رفتن سمت تجارت. بعضی‌ها هم موفق شدن توی حکومت جدید یک سری مقام‌های غیر نظامی رو برای خودشون پیدا کنن. بعضی‌هاشون هم رفتن سراغ زندگی معمولی. اما یک سری از این سامورایی‌ها هنوز می‌خواستن از مهارت‌های جنگی خودشون درآمد کسب کنن. پس شروع کردن به راهزنی. بعد یه مدتی هم یه سری دار و دسته ها برای خودشون راه انداختن که تقریبا همه جا رو ناامن کرده بودن. با اینکه بعضیا اعتقاد دارن یاکوزاها از دل همین دسته های راهزن متولد شدن، اما امروزه یاکوزاها این مسئله رو تکذیب میکنن. اونا داستان کاملا برعکسی رو تعریف میکنن. امروز یاکوزاها ادعا میکنن نه تنها از نواده های راهزن های سامورایی نیستن، بلکه برعکس اونا بچه‌های کسایی هستن که از مردم در برابر راهزن‌ها دفاع می‌کردن. توی اون دوره دسته‌هایی از مردان جوان توی شهرها تشکیل می‌شدن تا با هم متحد بشن و در برابر راهزن‌ها که همه جا رو گرفته بودن مبارزه می‌کردن. این گروه جوانان به عنوان یک قهرمان بین مردم شناخته می‌شدن. توی ادبیات ژاپن هم خیلی درباره‌شون حماسه سرایی شده. امروز هم توی ژاپن حماسه‌هایی که درباره این گروه نوشته شده خیلی محبوبه. یاکوزاها هم همین گروه‌های مقاومت رو به عنوان نیاکان خودشون معرفی میکنن. هنوز هم یاکوزاها توی مرامنامه خودشون مقیدن که از مردم عادی دفاع کنن. ولی امروز نمیشه ادعایی که یاکوزاها راهزن بودن رو باور کرد. نمیشه ادعای خود یاکوزاها رو پذیرفت. چرا که در اون زمان حکومت وقت ژاپن هم راهزن‌ها رو هم گروه‌های مردمی رو قتل عام و ریشه‌کن کرد. بر اساس اسناد تاریخی نیاکان واقعی یاکوزاها اعضای 2 گروه بودن. یک گروه که باکوتا اسمشون بود قمارباز بودن. گروه دوم که تکیاها اسمشون بود یه سری دورگرد خیابونی بودن که توی قرن 18 فعالیت می‌کردن. تکیاها یه جورایی کلاهبردار بودن. اونا دورگردی می‌کردن و کالاهای بنجل و به درد نخور رو با حقه‌بازی به قیمت‌های بالا می‌فروختن و از اون منطقه میرفتن تا دست کسی بهشون نرسه. تکیاها رئیسی داشتن که تعیین میکرد افراد تکیا چی رو کجا بفروشن. از طرفی امنیتشون رو هم حفظ میکرد چون ممکن بود گیر افرادی بیفتن که کلاهشون رو برداشته بودن. در مقابل هم ازشون پورسان میگرفت. این گروه‌های معروف به تکیا امنیت بازار رو خراب کرده بودن چون بازار شده بود پر از کالاهای تقلبی
و این اقتصاد ژاپن رو تهدید میکرد. از طرفی گروه‌ها و دار و دسته‌های کلاهبردار بعضا با هم درگیر میشدن و بازار رو به خاک و خون میکشیدن. پس حکومت برای اینکه جلوی این کلاهبرداری‌ها رو بگیره و همین که اجازه نده توی بازار درگیری و جنگ به وجود بیاد، تصمیم گرفت با گروه‌های جنایتکار همکاری کنه. دولت با سرکرده گروه‌های قمارباز که به باکوداها معروف بودن وارد معامله شد و به اونها مقام ناظر بازار رو داد. مقامی که به اونها داده بود یه چیزی مثل مقام سامورایی‌ها در گذشته بود. اونها باید امنیت بازار رو در مقابل دورگردهای کلاهبردار تامین می‌کردن. حالا دولت گروه‌های قمارباز رو استخدام کرده بود که این باعث شده بود این گروه توی دولت نفوذ کنن و به شدت هم رشد کردن. اونا دارای یه ویژگی شدن، ویژگی که حتی امروز هم درباره یاکوزاها وجود داره و اون نفوذ این گروه خلافکار در داخل دولته. همکاری این قماربازها با دولت خیلی براشون سود داشت. برای مثال دولت برای تامین نیروی کار از رؤسای قمارخونه‌ها کمک گرفت. این باعث شد که اونها تبدیل بشن به دلال نیروی کار توی ژاپن و یه جوری کارگرای ژاپنی رو کنترل میکردن. اما اونا به همین بسنده نمیکردن، بلکه افراد قمارباز حرفه‌ای خودشون رو توی لباس کارگر میفرستادن بین بقیه کارگرا تا با بقیه کارگرا قمار کنن و اینجوری بخش بزرگی از دستمزد کارگرا رو از چنگشون در می آوردن. اونا به یه روش دیگه هم از کارگرا پول میگرفتن و اون پورسانت گرفتن از دستمزد کارگرا بود، چرا که نیروی کار رو اونها هدایت میکردن و کسی جرئت نمیکرد بدون اجازه اونها کارگر استخدام کنه. از طرفی از کارفرماها هم برای تامین کارگر پول میگرفتن. مقامات دولتی هم از کلکی قماربازها برای دزدیدن دستمزد کارگرها استفاده میکردن خوششون اومد. پس با رؤسای قماربازا معامله میکردن. یک سری قمارباز رو استخدام میکردن تا بین کارگراشون برن تا با این شیوه بخشی از دستمزدی که به کارگرها میدادن رو پس بگیرن. یاکوزاهای امروزی همون قماربازان که با ثروتی که به دست آورده بودن یک دار و دسته بزرگ رو تشکیل دادن.